یه چیزی میخوام بهت بگم که شاید هیچ کس تا الان بهت نگفته باشه. اونم اینه که همیشه خوب بودن اصلا خوب نیست. اینکه همیشه ما در تلاشیم که همه رو راضی نگه داریم از خودمون و تو چشم اونا یه قهرمان باشیم و اونا ما رو دوست داشته باشن، احمقانه ترین کار ممکنه. من خودم به شدت اینطوری، اما یعنی به محض اینکه میخوام حرفی بزنم یا کاری انجام بدم، شروع میکنم به مدیریت احساسات بقیه در مقابل اون کار من یا اون حرف من و تلاش میکنم هر جور شده کاری کنم که کسی از دستم ناراحت نشه و کلا هیچ چالش یا تعارضی بینمون پیش نیاد و همه اطرافیان و آدم‌ها حس خوبی نسبت به من و کارم داشته باشن. ولی این روزا فهمیدم که همین یه رفتار اشتباه همه رو راضی نگه داشتن به هر قیمتی، میتونم بگم یکی از مخرب‌ترین، وقت تلف کن‌ترین و آسیب زننده ترین رفتار و روشی هستش که هر کسی تو طول زندگیش ممکنه داشته باشه. شما رو نمیدونم، ولی من مثلا وقتی میخوام یه اسمسی بدم به فلانی برای یه کار خیلی ساده و خیلی پیش پا افتاده ها، نیم ساعت دقیقاً ور میرم با اون اسمسه، هی کلماتشو بالا پایین میکنم و حذف اضافه میکنم که یه وقت خدایی نکرده زبونم لال فلانی برداشت بد نکنه و ناراحت نشه. ولی همین من تو سال ممکنه حتی یه دقیقه هم وقت نذارم که به خودم فکر کنم، به احساساتم فکر کنم، ببینم مثلا خودم چی دوست دارم، ببینم من دقیقا امروز چه احساسی دارم. تلاش برای راضی نگه داشتن همه دقیقا مثل زندگی آفتاب پرستان است. یعنی هر جایی، تو هر مکالمه‌ای، تو هر موقعیتی تلاش میکنی خودت رو هم رنگ بقیه کنی. ولی حقیقت تلخ اینه که خوشایند بودن برای همه و راضی نگه داشتن همه در واقع هیچ کس رو خوشحال نمیکنه واقعا. به کسایی فکر کن که دوست داشتی تو زندگیت الگوت باشن. اونا جزو اون دسته از آدما بودن که دائما خودشون رو با بقیه سازگار میکردن، یا جزو اون آدمایی بودن که به سبک و روش خودشون زندگی میکردن و به خودشون فرصت این رو میدادن که خودشون باشن و به آدم‌ها هم فرصت این رو میدادن که با خود واقعی اونها روبرو بشن و تصمیم بگیرن میخوان با اونا ارتباط رو ادامه بدن یا نه. نه اینکه با یه پوسته و ماسک فیک جلوی دیگران ظاهر بشن که نه حال خودشون خوب باشه نه حال دیگران. تله خوشایند بودن و راضی نگه داشتن همه به ما القا میکنه که سازگار بودن با همه چیز و همه کس یعنی عشق، یعنی فداکاری، یعنی شخصیت مثبت قابل احترام. در صورتی که این سمی‌ترین رفتار ممکنه، چون داریم در واقع فرصت شناختن و دوست داشتن خود واقعیمون رو از بقیه میگیریم. ما اونقدر مشغول نقش بازی کردن هستیم که اصلا یادمون میره خود واقعیمون کی بوده و چی میخواسته. احتمالاً همین الان که داری به من گوش میکنی قشنگ 3-4 تا موقعیت باز توی زندگیت هست که به اونا بله گفتی، در صورت که جواب اصلیت نبوده. نه به خاطر اینکه برای تو سود و منفعتی داره ها، به خاطر اینکه نخواستی طرف مقابل رو ناراحت کنی یا عصبانیش کنی. پس یه لبخندی زدی و گفتی بله، در صورتی که درونت آشوبه و یه نه بزرگ تو دلت هست و هی داری خودتو میخوری تا فرسوده بشی. تو فرهنگ ما یا خانواده های ما به همون قبولوندن با زور که خوب بودن یعنی هیچ کس رو هیچ وقت ناراحت نکردن و چه مزخرفی. من خودم سال هاست که درگیر این رفتار سمی هستم به خاطر خانواده‌ای که توش بزرگ شدم و چند وقتیه دارم تلاش میکنم که تعدیلش کنم. کلی تحقیق کردم، کلی روش امتحان کردم و به اینا رسیدم. میخوام اونا رو با شما در میون بذارم. قرار هم نیست همه این روش ها به درد همه بخوره و بیچون و چرا هم قبول کنید. برید خودتون امتحان کنید، ببینید کدوم روش به درد شما میخوره. فصل اول، پارادوکس ایثار و خودخواهی. اگه بهت بگم فداکارترین آدم‌های دنیا در واقع کسایی هستن که صادقانه برای خودشون زندگی میکنن نه دیگران، چی میگی؟ میدونم فشار اجتماع و خانواده چیز دیگه ای رو تو مغز ما جا انداخته، ولی بهت اثبات میکنم چیزی که تا الان باور داشتی کاملا غلطه. به کسایی فکر کن که بیشترین تأثیر مثبت رو توی زندگیت گذاشتن. آیا اونا سعی میکردن خوشایند تو باشن؟ مدام دنبال تایید تو بودن؟ خودشونو شبیه تو میکردن؟ یا بالعکس اتفاقا اونا فقط خودشون بودن، حتی اگر کاملا تو نگاه اول با اون چیزی که تو میخواستی متفاوت بودن؟ همون معلم یا آدمی رو در نظر بگیر که کلاً دیده تو عوض کرد نسبت به خیلی چیزها، یا همون دوستی رو در نظر بگیر و یادت بیار که با گفتن واقعیت‌های هر چند تلخ بهت فهموند که مسیر رو داری اشتباه میری رفیق. اونا دنبال جلب رضایتت نبودن، اونا فقط اون چیزی که فکر میکردن درسته رو به تو گفتن. حالا ممکن بود تو خوشت بیاد یا ممکن بود بدت بیاد. اینجاست که یه پارادوکس همه چی رو زیر رو میتونه بکنه. وقتی برای خودت اصیل زندگی میکنی، خود به خود به دیگران هم بهتر خدمت میکنی.
و اتفاقا این وسط یه حقیقت تکون دهنده رو همیشه گوشه ذهنت داشته باش. خوشایند بودن و همه رو راضی نگه داشتن در واقع یه شکل پنهان از کنترل و کنترلگریه. ما سازش میکنیم چون میخوایم دیگران ما رو دوست داشته باشن، کنارمون بمونن، ما رو تایید کنن و احساس مفید بودن کنیم. اما زندگی اصیل چی میگه؟ میگه من واقعا خودمم، واقعیتم رو زندگی میکنم و اعتماد دارم که آدمای درست با هم میمونن. نه به خاطر نقشی که بازی میکنم، بلکه به خاطر اون آدم واقعی که هستم. واقعا لعنت به این طرز فکر که سالها زندگی من به شخص رو نابود کرد. این چه مزخرفی بود به ما یاد دادن آخه، که اگه خود واقعیت باشی و نخوای همه رو راضی نگه داری خیلی آدم خودخواهی هستی. پس بیا یه بار تعریفمون رو خودمون از خوب بودن تغییر بدیم و نذاریم مزخرفاتی که کردن تو مغزمون زندگیمون رو نابود کنه. این نوع زندگی جدید ترسناکه قطعاً، چون اینجا دیگه باید شجاعت داشته باشی و خود واقعیت رو نشون بدی. این برای خیلی از ماها مثل خود من خیلی ترسناکه، چون به جای صرفا موافق بودن و بله 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 گفتن، باید شجاعت مخالفت و نشون دادن واقعیت خودت رو داشته باشی. ولی قطعاً حس خوب بعدش به سختیش میارزه. فصل 2. اول لیوان خودت رو پر کن. حتما شنیدی بارها و بارها که توی هواپیما میگن اول ماسک اکسیژن خودت رو بزن، بعد به بقیه کمک کن. این جمله یه درس ساده نجات تو سیستم پروازی نیست، بلکه دقیقا یه حکمت عمیقه که تو همه جنبه‌های زندگی کاربرد داره. مثلا تو همین بحث ما یه اصلی وجود داره شبیه این به اسم اصل لبریز شدن لیوان. یعنی اول لیوان خودتو پر کن تا لبریز بشه، بعد از اون چیزی که داره لبریز میشه به دیگران بده. قطعا اگه لیوانت خالی باشه هیچ چیزی هم برای بخشیدن نداری، جز خستگی، جز رنجش، جز اجبار، جز ترس از طرد شدن. و اینکه اول لیوان خودت رو پر کنی اصلا به معنی خودخواه بودن نیستا. این اتفاقا یعنی سخاوت پایدار. یعنی از سر اجبار نمیبخشی، بلکه از سر انتخاب پر بودن میبخشی. و آدمایی که واقعا دوستت دارن مطمئن باش که هیچ وقت نمیخوان خودتو فدای خوشحالی و رضایت لحظه‌ای اونا بکنی. و اگه کسی تو زندگیت هست که ناراحت میشه وقتی شروع میکنی به مراقبت از خودت، نه راضی نگه داشتن اون یا دیگران، خب این به تنهایی نشون میده که اون آدم سمیه و باید ازش فرار کنی. و دقت کردی وقتی که خواب کافی داری، غذای خوب میخوری، به خودت میرسی، کاری میکنی که واقعا ازش لذت میبری، چقدر بهتر با بقیه رفتار میکنی. پس یادمون نره خود مراقبتی اصلا خودخواهی نیست، یه وظیفه است برای اینکه اتفاقا بتونیم تو روابطمون مفید و تاثیرگذار باشیم. فصل 3. مردمداری افراطی و فراری دادن آدما. تا حالا برات پیش اومده که یه نفر بی هیچ دلیلی برات جذاب باشه و یه جورایی برات کاریزماتیک باشه؟ یه چیزی توی حضور این آدم هست که ناخودآگاه تو رو و آدم‌های دیگر رو جذبش میکنه. یکی از دلایلش میتونه این باشه که این آدم خود واقعیش رو اتفاقا داره زندگی میکنه، نه خود دستکاری شده خودش رو بر اساس خواسته های ریز و درشت دیگران. وقتی خود واقعیت رو زندگی میکنی یه انرژی خاص و جذابی اطراف چک میگیره. چرا؟ چون وابسته و گدای دوست داشته شدن توسط دیگران نیستی. دست و پا نمیزنی دیگران تاییدت بکنن، سعی نمیکنی کسی رو قانع کنی که باهات بمونه، نقش بازی نمیکنی. و این خود واقعی رو زندگی کردن اعتماد به نفسی برات میاره که دقیقاً عین آهن رو با دیگران رو هم جذبت میکنه. اما در مقابل مردمدارهای افراطی چی کار میکنن؟ یه معامله پنهانی و ناخودآگاه با اطرافشون میبندن. من تو رو تایید میکنم، تو منو تایید کن. من با تو موافقم، تو دوستم داشته باش. من خواسته هامو قربانی میکنم، تو کنارم بمون. حتی اگه این جمله ها رو به زبون هم نیارن، مطمئن باش همه از سفرسخی حسش میکنن و متوجه میشن که تو یه آدم اصیل نیستی و فقط داری ظاهر رو حفظ میکنی. فصل 4. به خودت اجازه بده که اجازه داشته باشی. اگه منتظر کسی هستی که بیاد و بگه تو اجازه داری همون کسی باشی که واقعا هستی و خودت دوست داری، ببخشید ولی خیلی احمقی. کی باید این اجازه نامه رو صادر کنه جز خودت؟ این اجازه نامه دقیقاً دست خودته. ما انگار منتظریم یکی دیگه بهمون بیاد بگه میتونی اینو دوست داشته باشی، یا میتونی اینجوری فکر کنی، یا میتونی اینجوری لباس بپوشی، یا میتونی حد و مرز برای خودت بذاری، یا اما زندگی اصیل و برای خود زندگی کردن چجوریه؟ یعنی تو به خودت اجازه میدی اختیار زندگی خودت رو داشته باشی. به خودت اجازه میدی جوری که فکر میکنی درسته رفتار کنی، نه جوری که بقیه رو خوشحال میکنه. به خودت اجازه میدی وقتت رو صرف چیزهایی کنی که برات مهمه، نه چیزهایی که برای بقیه مهمه. اجازه میدی لباسی رو بپوشی که خودت فکر میکنی قشنگه و بهت میاد، نه اینکه لباسی که شوهر عمه سغر خانم ازش خوشش میاد. و این سخته، نه؟
قطعاً، چون اینجا دیگه مسئولیت همه چیز با خودته، ولی در عین حال هم به شدت حس رهایی آزادی بهت میده. پس حتما امتحانش کن و خودت به خودت اجازه بده که اجازه داشته باشی اونجور که دوست داری و فکر میکنی درست زندگی کنی. فصل 5، سرت تو مأموریت خودت باشه. هر آدمی با یه مأموریت و رسالت شخصی خاصی به این دنیا میاد. مأموریتی که فقط و فقط خودش میتونه انجامش بده. این مأموریت و رسالت میتونه ترکیب تجربه ها باشه، دیدگاه ها باشه، دردها و رنج های اون آدم حتی باشه و باورها و استعدادهاش باشه و در حالت کلی نتیجه زندگی زیسته اون آدم باشه. در اصل همه آدما یه اثر انگشت فکری و احساسی دارن که شبیهش تو دنیا پیدا نمیشه. اما وقتی به جای پیگیری رسالت و مأموریت فردی تو این جهان، سرت تو اینه که چجوری آدم‌ها رو دلخوش بکنی و از خودت راضی، اون مأموریت منحصر به فرد تو این جهان زیر آوار انتظارات و تایید طلبی دفن میشه. در واقع مثل این میمونه که یه ساز اتفاقا نایاب و خاص داری که میتونه موسیقی منحصر به فردی رو خلق کنه، ولی قفلش کردی چون نگران اینی که دیگران از صداش خوششون نیاد. اینو بدون که وقتی خودتو سانسور میکنی به خاطر خوشایند دیگران، دنیا از چیزی که فقط تو میتونستی خلقش کنی تو این جهان محروم میشه. پس یادت نره مسائلی تو این دنیا وجود داره که فقط تو با تجربه ها و زاویه دید شخصی خودت میتونی حلشون بکنی. پس به اونا برس، نه راضی نگه داشتن دیگران. فصل 6، مرزها پلن نه دیوار. بیشتر ما وقتی کلمه مرز یا حد و مرز رو میشنویم یاد دیوار و فاصله و حس سردی میافتیم، ولی حقیقت اینه که اتفاقا مرزهای سالم تو روابط دیوار نیستند بلکه پلن، پلی برای ساختن رابطه هایی که واقعی تر، شفافتر و عمیق ترند. حالا چرا مرزها مهمن؟ چون وقتی تو به وضوح به دیگران میگی که چی برات مهمه، چه چیزهایی برات قابل تحمله و چه چیزهایی نه و از رابطه ها چه انتظاری داری، اینجوری دیگه اونا نیاز ندارن حدس بزنن و اینجوری رابطه ها شفاف و واقعی میشه و سوء تفاهمی هم پیش نمیاد. گفتن این که این چیز یا این مسیر یا این رابطه برای من جواب نمیده اصلاً بی‌ادبی و بی‌احترامی نیست، اتفاقا صداقت محضه. و وقتی بالعکس برای خوشایند دیگران نقش بازی میکنی، در اصل به آدم‌های دیگه بی‌احترامی کردی، چون داری دروغ میگی و خود واقعیت رو نیاوردی تو رابطه، خود فیکت رو به اونها نشون دادی و آوردی تو رابطه. فصل 7، خودتو گول نزن، تو داری فرار میکنی. خیلی از آدما اتفاقا از این موضوع رفتار کردن برای رضایت دیگران و خوب بودن به چشم دیگران یه جورایی اتفاقا دارن سوء استفاده میکنن و خودشون رو گول میزنن، ولی در اصل دارن از زیر بار مسئولیت پذیری شونه خالی میکنن. اونا چون نمیخوان مسئولیت کار و زندگی خودشون و تصمیم‌هاشون رو به عهده بگیرن، میرن تو این پوسته فیک که چون فلانی میخواست من این کار رو بکنم فداکاری کردم و چون میخواستم حال اون رو خوب بکنم اون کار رو انجام دادم. اینجوری اگه بعدها خودشون رو بخوام بازخواست کنن برای اون نتایج اسفباری که پیش اومده از تصمیم‌هاشون و کارهاشون، سریع وارد فاز انداختن تقصیر دیگران میشن و میگن تقصیر من نبود که من مجبور شدم به خاطر قنبر و قلی و صغرا و کبرا این کار رو بکنم، وگرنه من که اصلا نمیخواستم وارد همچین چیزی بشم یا همچین کاری بکنم. پس اگر از این به بعد خواستی تو این دام بیفتی که یه جورایی از زیر بار مسئولیت کارهات و زندگی تو حرفات و رفتارت فرار کنی، مچ خودتو سری بگیر و بگو خودت رو به خریت نزن عزیزم، تو قدرت انتخاب داری و میتونی الان این کار رو بکنی یا نکنی. پس حواست باشه و مسئولیت کار خودت رو خودت به عهده بگیر، بی خودی و الکی گنگاری خودت و گردن دیگران ننداز. فصل 8، چشمگوی مطلق یا گنده دماغ مطلق. خیلی از ما فکر میکنیم یا باید چشمگوی مطلق دیگران باشیم و فقط کاری کنیم که اونا رو راضی نگه داریم یا بزنیم بقیه رو بتره کنیم و حرف خودمون باشه. در صورتی که ما میتونیم هوشمندانه بین این حالتهای مطلق حرکت کنیم. ما میتونیم مهارت گفتگوی سالم و سازنده رو یاد بگیریم و به کمک اون با عشق و احترام حقیقت رو به دیگران بگیم. اینکه ما با مهربونی حقیقت تلخ یا انتقاد سازنده رو بگیم خیلی فرق میکنه که حقیقت رو بکوبیم تو صورت دیگران. پس به جای اینکه همیشه دیگران رو تایید کنیم و سعی کنیم به شکل کاملا فیک و دستکاری شده تو چشم بقیه خوب به نظر برسیم، بهتر مهارت گفتگوی سازنده رو یاد بگیریم و واقعیت‌های هر چند تلخ و هر چند ناراحت کننده رو با زبون مهربونی و سازندگی به دیگران بگیم. اینجوری هم خود واقعیمون بودیم و نقش بازی نکردیم، هم تا جای ممکنم باعث ناراحتی آدم‌ها نمیشیم احتمالاً.
پس چیزی که واقعا تو دلت هست و مسیر واقعی که خودت میدونی درسته رو تو هر ارتباطی پیدا کن. با احترام بیانش کن. بعد اجازه بده طرف مقابل واکنش خودش رو داشته باشه و سعی نکن واکنشش رو پیش بینی کنی یا دستکاری کنی. این بخش دیگه اصلا به تو مربوط نمیشه، چون نه کنترلش رو داری نه مسئولیتش رو. بذار آدم‌ها واکنش خودشون رو داشته باشن در مقابل واقعیتی که تو بهشون میگی. در آخر هم بیاید یه تمرین ساده رو هر روز با هم دیگه مرورش کنیم و انجامش بدیم. این تمرین به ظاهر ساده میتونه خیلی موثر باشه و کاری کنه که ما دست از همیشه خوب بودن فیک و راضی نگه داشتن دیگران و مردمداری فیک برداریم و خودمون رو زندگی کنیم. ما در طول روز هممون بارها سراغ گوشیامون میریم و اون رو چک میکنیم، اما چند بار در طول روز سراغ خودمون میریم تا خودمون رو چک کنیم ببینیم چه خبر اوضاع، الان چه حسی داریم، تو برخورد با آدما امروز خود واقعیمون بودیم یا خود فیکمون و هزار تا سوال دیگه. وقتی این تمرین رو مدام در طول روز برای مدتی انجام میدیم، از حالت خودکار عمل کردن بر اساس آموزه‌های اشتباه خانواده هامون و جامعه هامون در مورد اینکه خوب بودن یعنی چی، فداکار بودن یعنی چی و همه رو راضی نگه داشتن چجوریه، میایم بیرون و شروع میکنیم به حضور آگاهانه و پاسخ اصیل. اینجوری دیگه بین محرک ها و واکنش هامون یه فاصله میافته و ما تو اون فاصله دنبال خود واقعیمون میگردیم و همون رو بروز میدیم. پس به عنوان یه جمع‌بندی نهایی اینو بدون، همیشه خوب بودن و موافق دیگران بودن و راضی نگه داشتن بقیه یه رفتار کاملا سمی و غیر اصیله که زندگیت رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. در صورتی که تو باید اول از هر چیزی متعهد بشی که خود واقعیت رو زندگی کنی، نه نسخه دستکاری شده دیگران رو برای رضایت اونها.